ضحاک ماردوش کتابیه در مورد تفسیر اشعار شاهنامه فردوسی، در مورد پادشاهی جمشید، قدرت گرفتن ضحاک ماردوش و مبارزات ایرانیان علیه اون میپردازه. یه خلاصی ازش با هم بریم. جمشید تو آغاز پادشاهیش به مملکت خدمت میکرده، ولی تو اواخر دوران حکمرانیش هوای خدایی به سرش میزنه. واسه همینم مردم ازش رو برمیگردونن و به مرداس که خوشنام بوده پناه میبرن. شاهان و فرمانروایان سرزمین‌های امپراتوری ایران هم طغیان میکنن. خلاصه بحث و جدل و داستان و در نهایت ضحاک رو که پسر مرداسه رو به پادشاهی میپذیره. اما عمو ضحاک داستان ما رو شیطون گول میزنه و پدر خودش رو میکشه و به تخت میشه. حالا که گرفتار نیرنگ شیطون شده، شیطون داستان ما دوتا دوش عمو ضحاک ما رو بوسه میزنه، دوتا مار خوشگل. حالا برای داشتن این کتاب جذاب کلمه خزر رو کامنت کن تا لینک دانلودش رو براتون بفرستم. راستی من خزرم هر شب برای یه داستان جذاب دارم، پس بمونو تا داستان فردا شب. شب بخیر زیبا.